سلام بچه ها، خوبید؟ من امروز سرما خوردم. ببخشید که صدام یکم گرفته است. بچه ها، ما امروز خونه آبجیم دعوتیم. بریم که ببینیم چه خبره و چی کار قراره بکنیم و قراره چی بخوریم. یه سفره 7 سین قشنگی چیده بودن، واقعا هم کوچیک جمع جور ولی خیلی قشنگ و زیبا بود. به آبجیم کمک کردیم که میز شامو بچینیم. در همین موقع آقا رضا که داماد آبجیمه و تازگی به جمع خانواده ما پیوسته از تهران رسیده بود و بعد از خوش آمدگویی و احوال پرسی رفتیم به سراغ غذای امشب. آبجیم تهچین مرغ گذاشته بود داخل که خیلی خوشمزه و پرملات بود. واقعا از خوشمزگیش هر چی بگم بازم کم گفتم. برای شام آبجیم سبزی پلو با ماهی درست کرده بود. میریم که ببینیم چجوری توی آرد میغلطوننشون و داخل تابه سرخشون میکنیم. چی جل زنبیلی گوش کنیم. وقتی که ترشیای سیری که خود آبجیم درست کرده بود داخل ظرف‌ها چیدیم، رفتیم سراغ این که سبزی پلوها رو داخل دیس بچینیم و آماده که شد بکشیم و ببریم سر سفره تا نوش جان کنیم. عجب میزی، عجب غذایی، به به، دلتون نخواد. تهچین خوشمزه آبجیمم آماده شده بود. ببینید چقدر قشنگ و پرملات. این فسقلی هم نیلدا خانوم برادرزادم. و رفتیم یه دل سیر غذا بخوریم و واقعا جاتون خالی بود. ممنونم از شما که این ویدیو منو نگاه کردیم.